اشتباه نکن، اینجا تخت جمشید نیست، اینجا مرکز خریده، اونم تو کرج. این مرکز خرید دارای یه فضای خیلی خوب برای خرید و گردشه. اگه دنبال یه جای خوش قیمتی، این ویدیو واسه توه. اینجا مرکز خرید پارسیانه که تو بخش شرقی پارک نبوت قرار داره. سردر با شکوه اینجا آدمو جذب میکنه و محوطه بازی که داره باعث تمایزش با بقیه مرکز خریدای کرجه که میتونه از فضای محوطه و فست‌فودهایی که اینجا وجود داره استفاده کنید. این مجموعه 6 طبقه است که 3 طبقه اون اداری و 2 طبقه هم تجاری هست که جزء مراکز خوش قیمت کرج محسوب میشه و قیمت‌های اینجا متوسط و ارزونه. بریم توی چرخی بزنیم ببینیم چه خبره. این مغازه من رو جذب کرد چون تنوع کیفاش خیلی زیاد بود. فکر نکنم کسی با هر سلیقه ای از اینجا دست خالی بیرون بره. منم برای خودم اینو خریدم، قیمتش هم 398 تومن بود. به طور کلی اینجا خبری از کالاهای لوکس و چیزهای خیلی خاص یا برندهای مختلف نیست، ولی برای خریدهای روزمره جای مناسبیه. این هم از این یکی پاساژ. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مرسی که لایک میکنین، کامنت میذارید، یادتون نره برای دوستاتون بفرستین و حتما کانال رو سابسکرایب کنین که کلی پاساژ جذاب توی شهر دیگه در انتظارتونه. مرسی که با من همراه بودین.